ببینید دوستانی که دچار تیروئید کمکار و پرکار هستن و از قرص تروکسید و متامازول استفاده میکنن، متاسفانه دچار خشکی شدید پوست و لک پوستی میشن. علاوه بر اینها دچار پیری زودرس هم دوستان میشن و تنها راه این دوستان اینه که در درجه اول از یک روتین خیلی مناسب و عالی باید استفاده کنند که شامل میشه یک ژل شستشوی ملایم و عالی و یک آبرسان و یک ضد آفتاب عالی. اگر دچار چین و چروک و پیری زودرس شدین، کافیه عدد 3 رو زیر همین پست برا من ارسال کنید تا بهتون کمک کنم تمام این مشکلاتتون رو کلا برطرف بشه و پیج زیبا چشمم فالو کنید.